قبلا به شما تفاوت شکر و حمد گفتم. شکر در مقابل نعمت هست، اما حمد و ستایش و ثنا در مقابل عظمت و بزرگی است. خداوند در سوره حمد نگفته الشکر لله رب العالمین، بلکه گفته الحمد لله رب العالمین. پس حمد در مقابل چیه؟ عظمت و بزرگی. تو در مقابل یک بزرگی که از اون بزرگتر در کل هستی نیست ایستادید. عظیمترین ذات و بزرگترین ذات رب العالمینه. اینجاست که تو بر بزرگی خدا داری به ادب می‌ایستید. رو به قبله، بعد میگی الحمدلله رب العالمین. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. عبادت سه تا عبادته. یک عبادت عبید، بردگان. عبادت بردگان از روی ترسه. دو عبادت تجار، معامله است. این به من بده، من نماز میخونم تو به من بهش بده، من نماز میخونم تو به من فلان بده، من نماز یعنی با خدا شرط داری میکنه. این عبادت تجار، اهل معامله هم. سوم عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، آزاد مردان، بندگان آزاد که پی به عظمت و بزرگی الله بردن، بدون هیچ چشم داشتی دارن در مقابل عظمت و بزرگی که اون ذات بهش متصف هست دارن تواضع میکنن. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. چقدر زیباست که با وقتی میگیم الله اکبر، بعد میگیم الحمدلله رب العالمین، این معانی بیاد تو ذهن ما. مالک یوم الدین. شاید در دنیا کسی دیوانگی بکنه بگه من فرمان روای بلا منازعم روی زمین، ولی اینجا خداوند میگه مالک یوم الدین. اونجا دیگه کسی جرئت نداره بگه من فرمان روای روز قیامت هم. اینجاست که خداوند در دشت محشر دوباره صدا میزنه وقتی که فرمان روایان روی زمینی که دچار غرور و خودباختگی و خودشفتگی شده بودن ادعای خداوندی کردن، بندگان خدا را بردگان خودشون حساب کردن و اونها رو به ذلت و خواری نشوندن و فخر میفروختن. اونجا در دشت محشر دیگه اینا حتی صدای در گوشی هم از اینا نمیشنوی. اینجاست که خداوند رب العزت والجلال فریاد میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. جواب نمیدن. این عربده هایی که میکشن امروز در روی زمین جواب نیست. رنجور ایستادن، غبار شرم و حیا بر صورتشون، چهرهشونه. دوباره خداوند فریاد میزنه، صدا میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. لمن الملک اليوم، جواب نمیدن. اینجاست که خداوند بزرگ عظیم در اوج کبریا و عظمت و بزرگیش خودش جواب خودش میده. میگه لله الواحد القهار، امروز فرمان روایی مطلق از آن واحد قهاره که هر بزرگنمایی در دنیا مقهورش میکنه. اینجا سبحان الله، تواضع زیبنده عبده، کبریا و عظمت و بزرگی و جلال رضا و ازار رب العالمینه، لباس رب العالمینه. رب العالمین میگه هر کسی در لباس من که کبریاست با من منازعه بکنه اونو نصفش میکنه.
نگاه نکنید 4 روزی داره میبینید بعد از حکام در دنیا چطوری ادعای خداوندی میکنه. داستان نمرود رو شنیدید، داستان فرعون رو شنیدید که دیگه فرعون به بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. اول یک ذره اعترافی به اون خدای موسی کرد، ولی گفت من برترم از خدای موسی. سبحان الله. ولی تو دوم شیطان وسوسهش کرد که اصلا بگه چه نفی بکنه، گفت ما علمت لکم من اله غیری، اصلا من غیر از خودم برای شما الهی خدایی نمیشناسم. سبحان الله. خداوند همون جوی آبی که از زیر قصرش میرفت و پوز میداد میگفت و هذه الانهار تجری من تحتی، رودخانه ای که خداوند ایجاد کرده روان کرده، میگه مال من، زیر پای قصر من داره رد میشه. خداوند رودخانه را که زیر پاش میرفت عروس سرش برد. سبحان الله. وقتی که رودخانه از جوی سرش رد شد فریاد زد که الان من ایمان میارم به همون خدایی که موسی و بنی اسرائیل ایمان داشتن. گفت الان دیگه خیلی دیر شده، ما فقط جسد تو چه بدن تو امروز نجات میدیم که درس و عبرتی باشه برای هر خدانمایی که و فرمانروایی که ادعای خداوندی میکنه و ظلم میکنه و مردم رو ذلیل و خوار میکنه. حکام متوجه باشند اینا بندگان خدا، خدا نسبت به بندگانش غیرت داره. رامسیس دوم هم فرعونه، جسد مومیاییش هست. آخرین نفری که از قوم بنی اسرائیل از پیروان موسی از رودخانه رد شدن، از نیل رد شدن، وقتی عصاشو زد چوب بعض موقع چه کارایی میکنه. سبحان الله. اینا وقتی وصل میشه به نیت ما و توکل ما وصل میشه به بالا، اصلا دیگه هیچ چیزی چاره تو نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه در مقابل تو علم بشه. این توکل و نیت رو داشته باشید. کارهای عجیبی میکنه.